دلت ژورنالیست کاری خچه مکنه بلنده کلی خچه در سواد سیابود هیچ وقت شما نگن که به ایزا با پوچه کنده خندیدن می بخشنی لای پوچه من اینمی مصرده بولو هر یگم وقت قدیمه نمیشه هیچ وقت با من برابر نکن هر دید یخله یگم چنیست یک گوتله سکیت کرد چند آدم خونه شکلت کدگه کودکای تو کودک بودین کودکای ما کودک نه تا کودکی من لذت کدگی کو بخشش میپرسی چند کسا به خونه و در کدگی آهی او میگیرن تا به سکیت که اوتله یگم جدا خب نمیکنم چی با خب کنم تو بخشش نپرسه خب نمیکنم یکی بوده که لوبای خیلی گزاوت میکده من خب میکنم ما در روی تو میدم به سکیت که نیم تقی نسید کرد به روز مردم من نصیحت میکنی شما میاد از کتی که علم تله بمبره حال ده به وسکیت که او خونه و در داری ماشین دارو میگوی چی با میره برای دستم در دیسکتی که رقص میکنی ایزو نمیکشی کودکای کودک دیمونه من در روی تو میدم به وقت خنچ قسوالش بخشش نمیپرسی او مردم به خونه و در کدگی زنکای بیچاره زنی بختری در دهنت بری نه به وقت خنچ خسی رفتی دمجا زندگی بختری را کلید کدی آمدی آهی زنی بختری قطعی کودکاش میگیرن تا کودک را حرام میبری او دمای پیشیت را میگیرن در کمین رنگی خرید یا سوال چی نمیشیدنی فهمیدی به وسکیت که حرام من هیچ وقت خب نمیکنم با گفته ایستم که دهنی من نپشونین که غب نمیکنم تا اینم بخش نپسه به وی سوالوچ تمام اینمی سگرم میرن گرود بزورن برای دفشت زمین سگرم اخوی دیگه در اگم جو قدر ندار به وی سکیت که دست پنجت ما سبا نبرزیم به وی سکیت که اینیم تقید چرکی سوالش مقصدی تیلارم مرا پدرکه کدگن زاد روز نداشتم هیچ نداشتم فقط سیق بودم این چیزای ما تلای ما ارزش یک ماشینه دارن هر روز به وسکیت که اوتاله دم کاروان اوتاله میفروختی بچه بوجی تره بیا 3 سامان همینجا رفتن گرفتن دوماده کتک داره اکه میگو مردم قطعی ها نمیفهمن روچیا قطعی و تیلا که هیمه تیلا روچیا اکه میموشی تو اگر اون نرخی هم ماشین میداشت که وقتا نشت مفته خونه میخردی به وسکیت که